عرفان من به تو خیانت نکردم، با تو خانه دار شدنی بودم زیاد، تو رو فراموش کردن نمیتونم زیاد. نه زهرو نه، با تو اجازت نمیدیم. احمد رو گرفتن نمیتوانی، پدرم رو گرفتی ولی احمد رو گرفتن نمیتوانی. خدایا توبه، چرا با تلفن جواب نمیده؟ عجب، با نزد کافه آن دختر مرا آغوش گرفت و او دید، برای همین باشد. باید ندیده باشد. با زن زنم. بردار میلیس. Ambulansı çağırın. جواب نمیده. نباشد به همانجا برمیگردم. باید بیاید. میامدگی است. میلیس؟ میلیس؟ میلیس! میلیس! بیدار شو میلیس! Çekilin, çekilin.
خوب میشوی. کمی طاقت کن جانم. احمد مرا تنها نگذار. آرام باش، من اینجا هستم. زیا در کجاست؟ زیا کجاست؟ زیا در کجاست؟ دقت به همه گروهایی که در عملیات هستند به اجازت لوین در رفت عملیات کسی از جاش نمیجنبه. این را به حیدر و ابوبکر رسانید. تمام. سردارونال اکاونال بخشش شما در اینجا چیکار دیده؟ کیجه؟ چیکار دارم؟ با ماشین سوار شدم. اکاونال ما وقتی چق کردن ندارم. این حال ما در عملیات هستیم. التماس بفراد در ماشین بیرون پوش. تو چه خیلی با من گپ زده ایستاده ای؟ من سردارت هستم. تمام گپ را زیاد نمیکنیم. این حال شما در طبابت از رفیق سردارم. فراموش کرده شما به سردار سلاحتون رو دادید، شهادتنامه‌تون رو دادید. تا شفا یافتنتون رو شما از کار دولت آزاد هستید. برای همین من میگم که مرا غم نده. من در عملیات هستم. لطفاً شما با کار من مانع شده ایستاده. التماس برید در راست بیرون پوشید. ای سرگرم، حالا از طبابت من تمام شود همه اینها را از بینیت کشیده میگیرم. جواب همه‌اش را میدی تو. به این هم از اون خیال‌های بافته کلتکلت جانم خلاص شد. نخون از راستی میگوی. گذشته رفته. میدانی چی شد؟ چی؟ کلتکلت خیالی در قبرستان روبرویم را آمد. واهیمه‌اش رو میدیدی؟ واهیمه کرد به طرف من، اما من گویا ندیدم او را. طرف شما واهیمه کرد کلتکلت؟ بله، حتی روبرویم آمد، مرا شپاتی زد. من فهمیدم که این خیال از لوین. گویا او را ندیدم، رفت. برای شما بسیار زیق میشم رفیق سردارم. به همه این من جوابگرم. کاش که من شما را نزد دکتر نزد یگان دامولا میبردم یا دو تشتا میداد سوز میشدیم. سفسته نگو. لبای چی؟ بس هدم دونچور شدن؟ احمد میلیس آرام باش جانم. دکتر گفت که حالش خوب است، اما من گفتم که خودم یک بار پرسم. خوبم. میلیس این صدمه چه خیلی رخ داد؟ من خواطر شدم. وای خودم هم به یاد ندارم. ماشین از پیشم برآمد، مجبور به او زدم. ماشینی که زدم راننده‌اش خوب است. دیدی او را؟ ندیدم. با دکتر گپ زدم گفت خوب است، حالتش بد نبوده است. خدا را شکر. بچه بیس یک جوه بدرویم. زهرا جانم خوب هستی؟ خوبم رحمت. خدا شفای دی از زورا. رحمت لوین خوش آمد. خوش باشید. با دکتر گپ زدم. میلیس هم خوب بوده است. هاده به نزد او میرویم. میلیس چی کار کرد؟ تو خبر نداری؟ از چی خبر ندارم؟ تو را با ماشین میلیس زده است. میلیس گفتی؟ میلیس مرا بسیار ترسانده. لطفاً بعد از این با دقت باش. حتما. به سر و لباسی تو چی شده است؟ چی شده است؟ هیچ چیز نیست. به یکانجا شکیدم خودم را. آهسته روم. خیر تو استراحت کن. دکتر گفت که باید استراحت کنی. من رفتم. احمد کمی دیگر ایست. التماس.
که زیاد خسته نکنید او را. من در نزد تو خسته نمیشوم، برعکس استراحت میکنم. کمتری دیگری است. تمام، ولی با یک شرط. تو استراحت کن، گپ نزن. کنی چشمانت را پوش. با ماشین من میلیسته دست مگر؟ بله جانم. تو چراغی که گشتن رو گریه نکرده؟ طرف راست گشتی، او باشد ماشین رو داشته نتوانسته است، با ماشین تو زده است. شکر خدا که خوب هستید. من با کارمانان بیدیا گپ زدم، از یک چند شاهد آنجا بیانیه گرفتم. میگویند که خانم ملیس در درون ماشین محکم شده است. ماشین پسین مانده بود که بکفد، اما او را دوست داشته است، در رو نجات داده است. دوست پسرش گفتید؟ واه، نامش احمد؟ بله احمد. خیر شاه دختر، تا بازدید. خدا را شکر که به تو چیزی نشد میلیس. دختری زیبایم. کنی یک رفته زهرا رو بینم. وای خانم به تو چی قصد داشته باشد؟ مادر، تمام شیرینم. زهرا جان، بیتون اومد. خدا شفا دهد. رحمت، تشکر زیاد بیتول جان. بسیار ترسیدم. فهمیده در حال دویده اومدی. رحمت، زهرا دخترم حالا هم نمیفهمم. در یک شهری کلان دیگر آدم نبود که میلیس با تو صدمه کرده؟ نمیدونم بابا جان، من درباره صدمه هیچ چیز رو نمیدونم. حالا خودش چی گپ است؟ چی گپ است؟ گفتنی هستید که دخترم به ماشین زهرا قصدن زده است؟ گوش کنید، اجازت نمیدیم کسی به دخترم تهمت کنه. شوهرم رو کشتید، بس نیست؟ بس نیست؟ از دخترم چی میخواهید؟ بس کپی زدت رو گوشت میشنود. میلیس هم نبیره من است. عجبا، به میلیس زنگ زنم. نه ناراحتش نکنم باز. بعد زنگ میزنم. sit down please. Hello معلمه. I am fine, thanks. نه معلم خطا کرده. در دست انگلیسی هستیم، یوری میشود مگر هلپ میگوید داد میزنه. من جانتان رو از درس خلاص کردم. معلم بانو یک ماه دیگر با مکتب نمیآید. دوگانه جان من چیزی نفهمیدم، تو فهمیدی؟ چی؟ یعنی معلمه ژورنال رو کشود، بعدا داد زده، گریخت ژورنال رو. آماده هستی؟ یک، دو، سه. چه شاپون داره؟ استاد نمید قدر استاد جان دار. همتون به پایان فرامده. در یک قطار راست شده، مرا انتظار شوید. زود. چرا استاد؟ زود باشید. زود. یک قطار؟
خاموش. استاد با ما چیکار میکرده باشه؟ هیچی نمیشود. میریم در بیرون دم میگیریم. تمام. یک پایتان را بردارید. استاد ما گناهی نداریم. ما کاری نکردیم آخی. بله استاده لطفا گوش کن آرتیر. اگر این کاری تو باشد انگشتان تو یک تک تکنده چه میپرد. علاقه داره جانم؟ این تماما کاری من نیست. اگر خوی با من تکیه کن. لازم نیست فهمیدی؟ در بالای پای خودم میستم. اختیارات. استاد در کدام عصر زندگی داریم؟ این خیلی جزا مونده است مگر از برای خدا این خیلی نمیشود استاد. خاموش پسرم، ما نو شروع کردیم. همین جزا نیست، بعدتر جزا میده. من دیگر استاده نمیتوانم. تو وایمای بد میکنی دودارم. ما باید راه هفته گریزیم وگرنه حالمون بد میشود. تو مگر عقلت رو خوردی؟ چه خیلی میگریزیم از اینجا؟ اومدی؟ اومد. استاد پسرم این باز تو هستی؟ استاد یک سوال دارم من. پسرم چه خیلی سوال؟ ما اینجا درس گذشته ایستاده ایم. استاد آیا در دین ما اکای هجری بابا یک دقیقه ایستا. التماس از برای خدا سوال آسان پرس. نمیبینی احوالمان رو با یک پا ایستاده ایم. استادمان رو ناراحت نکن فهمیدی؟ استاد از نظر دین حکم فولبین مشکل کشو چی است؟ چی خیلی؟ مشکل کشوی جایز است استاد؟ اما پسرم این خیلی نمیشود اینجا. استاد جایز است؟ اوف نویس یعنی مشکل کشا روی همه آنها سیاه. یعنی چه خیلی؟ مشکل کشا که باشد چرا مشکلی خودش رو حل نمی‌کند؟ استاد کمتر معلومات دیگر ده؟ گوش کن پسرم، یعنی آنهایی که مشکل کشا هستند خودت فکر کن چرا مشکلی های خودشان را حل نمی کنند. بدبخت ها عقلت را به کار بر پسرم. شب و روز در کلبه های ویرانه با چشم چار نشسته منتظر یک بنده درمانده هستند. مشکل کشا که باشند چرا مشکلی خودشان را حل نمی کنند؟ گفتنیت که دروغگو هستند یعنی؟ بله. یعنی مشکل کشایی را نمیتوانم. مشکل کشا که باشند مشکلشان را آسان کرده رفته در دبی استراحت می‌کنند. راست گفته. خدا از شما راضی باشد استاد رحمت. خدا از تو هم راضی باشد. خودتان را احتیاط کنید استاد جان. روز بخیر پسرم. مایلش مالی بخیر. شما چیکار کرده استاد؟ استاد ما درس را اونقدر دوست می‌داریم که حتی در این حالت گفتیم از درس خفا نمانیم. کنی زود آن دفترها را در جیبتان گذارید. اکنون باشد به دو قطار جدا شوید. دو قطار؟ دو قطار پهلوی هم. استاد به ما رحم بچه ها به شما گفتم به دو قطار راست شوید. بیا در بر من زودتر بچه ها به شما میگویم دو قطار شوید. ولی بچه ها صف کشید. قدم به قدم. یک دو دوام دید. ای دختر چی میخندی؟ در تنفس جزای تمام بگونه تمام. حاضر من تمام کنم موی های او رو یک دقیقه میکنم. ای بچه ها اکنون شعری من کلان میشوم را خوانید. خوانید. استاد خواهش میکنیم خان دخترم خان. همه کسا خانم ایجگان باز چی گپ شده است؟ استاد احمد با سیگی 12 به جزای عجایبی داده استاده است جناب مدیر. جزا داده است؟ مکتب عسکری که در ما نو درک گفتیم. بهترین است خیر نه؟ عجایب باشه. من کلان میشم قهرمان میشم بر دیاری خودمان پاسبان میشم. معلم مهرتان در دل جان لفظ شیرینی روان ما از شما آموختیم. دیگرش سرود درباره مادر مهربان بخوانید. همه کسا خوانید.
میپسندم که خوبی زهرا. به تو ضرر رسانیدن نمیخواستم، فقط خواستم مانع شوم. با او خوردنت رو نمیخواستم. تو در این دنیا از همه آدمی دوست داشتم رو، پدرم رو از من گرفتی. تنها موندم، تو هم تنها خواهی ماند. اجازت نمیدهم که با او خوری. به این هم تو او را صاحبی کرده نمیتوانی. تو اگر او را دوست میداشتی با دیگر نفر خانه دار نمیشدی. با تو نشان میدیم. خیرس بچه دبا این را چیکار میکنی؟ خیرس بچه تو هستی. راه کجا است؟ کوری برادرم؟ چه خیل برادر؟ چه شد؟ در حال ملایم شدی ها؟ کوری نمیبینی؟ با خدا میسری من تا خود سه. معلوم است که تو کله هم نداری. آخر دیوانه ای. افتش را ببین. یک لحظه. تو همانی که روزی گذشته در ماشینی من پنهان شده بودی ها؟ اینجا چیکار میکنی؟ بله من انی خوب دیده ایستادم. چی میزنی احمد؟ با خدا که حقیقت بوده ای؟ و تو حقیقت را نشان میدیم. تو چیکار داری اینجا؟ برادر جان من حالا هم خوب میبینم. تماما دیوانه شده است. رو از نظرم گم شوه. استاد چی شد؟ ما با کافه رفته ایستادیم، خواستیم شما هم با ما روید. چی علاقه ای داره؟ من با شما چرا با کافه روم؟ عقل داری تو؟ ولی استاد شما رو برای صنف ما هستید کو؟ ما شما رو در صنف آزار دادیم، خواستیم معذرت پرسیم از شما، باز مشکلی های صنفمون رو گپ میزنیم. برای همین خواستیم رویم استاد بیایید. گپ میزنیم دخترم، گپ میزنیم. شما چرا خواطر شدید؟ این مسئله ها رو گپ زده حل میکنیم. شما پروا نکنید. استاد اگر شما اوید جیانتان را هم آرید. چرا او بیاید؟ وای دختری عمکتان رو میوردید خوب میشه. کدام دختری عمکت؟ تو چی میگویی؟ یک لحظه ایستید. شما با کی گپ میزنید؟ با استادمون صحبت داریم. استاد شما کیست؟ نمیبینیم اگر در پشت تو نه. چیزی که من میبینم شما میبینید؟ چرا نمیدیده بودیم؟ کور هستیم اگر در رو برایمان استادان احمد شمشک ایستاده است. احمد کی است؟ شمشک است چی؟ دستگیرش نکردیم. جستجو کرده ایستادیم. در شهر از آن ماشین یکی یا دو تا است. 011 سرخ میراند. پیداش میکنیم. 011 سرخ؟ کالتکیل است؟ من هم نفهمیدم. 011 میراند. غیر از این گویا ما رو نمیشناسد. از همه عجیبش در قبرستان کمیسر اون رو شپوتی زد. کمیسر صدای نبرآورد. اکا چندان دشوار نیست. احمد شمشک کیست؟ من احمد شمشک منم. یگان گپ داری؟ خدایا دیوانه هستی مگر؟ کالتکیل است برادر. رو از پیشم کدام برادر؟ خدایا توبه برادر. کدام برادر؟ ای پسرم تو کی هستی؟ شما این رو میشناسی؟ سوداگرها آشخانچی شوکت نمیشناسی مگر؟ آشخانه رو به همین دیوانه دادن؟ البته از آن مدیر بیهنر دیگر چی انتظار شد؟ دیوانه های اینجا رو همه رو جمع کرده. خدایا توبه هفتی این رو بینه. خیر بچه ها با کافه اتان رفتن گیره. تو دیدار استاد. اینجا بیا رفتیم. تو چی خیل کردی اینها رو؟ چی رو چی کردم؟ دیوانه ای تو؟ کاری نکردم. در جایم ایستادم. کلید میکفتم. با موتور آمده زدی. همه کار رو ویران کردی. تو کردی. برادرم کالتکیلسه. ایستو سرده مرا پسرم. دیوانه ای تو مگر؟ چرا گریه میکنی؟ رو از اینجا من خوبم چیزی نشده است. تمام. برادرم ای پسرم ایست. معلوم است که دیوانه هات هستی. بسیار دیوانه هستی. ولی مرا رها کن. مرا برادر نگو.
به وجدان آقی پدر میدونی من برای تو چه خیلی عذاب‌ها کشیدم چرا از من پنهان کردی ها؟ تو چی ها میگویی؟ به شرف به وجدان تو هستی غیر از این چرا از تو پنهان کردم؟ با خدا کاری زور کردی تبریک میکنم این رو با من چه خیلی کردی حالا هم نمیفهمم من تو رو به دستانی خودم به قبر گذاشتم به من نگاه کن اگر در مکتب نمی بودیم تو رو زنده همینجا میگراندم از من دور باش چه ها میگویی تو دیوانه چه خیلی خوب ها نامی زیبای افته برادر احمد شمشک روتیا برادرم گفته به من نچست دیوانه احمد شمشک هستم چه خیلی نام چه خیلی فریب کردم داملای ساخته معلمی ساخته همه چیز ساخته اتره روتیا من نگاه کن نامی من احمد شمشک است داملای ساخته نیستم تو ساخته هستی میفهمی رو از اینجا خدای تا بدم نه برادر به خدا نمیمونم برادر جزدانم را بیده دیگر نمیخوام من ده برادر بیده جزدانم را از اینجا میرم یا خدایا برادر جان من تو رو دیر پیدا کردم به خدا به زودی تو رو دیگر از دست دادن نمیخوام من برادرم برادر نکن برادرت نیستم رو از اینجا دیوانه یا خدایا برادر یک لحظه من رهایم کن برادرم گفته مرا با آغوش نگیر آتشت میزنم هم خودت را هم موتورسیکلت را دور شو اقلا بیا پیشانی یک مشک کنم یادت کردم دیوانه برادر رو کلتکیلر ایستا تو چه گفتی مرا؟ کلتکیلس گفتم کدام کلتکیلس؟ چرا کلتکیلس میگویی؟ لقب کلتکیلس به من نگر مرا از لقب ماندن کسی هیچ خوشم نمیآید اما مثل تو برینها به من لقب گذارند تماما خوشم نمیآید خدایا دیوانه هستی تو کلتکیلس بیا کخته برادر نزن پیس کم ترکم زنیم یادت کردم کلتکیلس گفته نیستن دیوانه کلتکیلس التماس یک بارک مرا گوش کن جواب بده برادر از من دور شو لیکن احمق بوده ای تو هوی که دره راو باشه بیس کم تر چخچخ کنیم خدای توبه دامرو سیاه لاهیده زابی سیاه لاهیده کلتکیلسش آمد یا خدایا یک نقشی کلتکیلس داریم گفته باید کلتکیلس باشم این دیوانه مرا کلتکیلس میگوید عجبا این مور را در کجا دیده باشد در کجا دیده باشد نمیفهمم نه معلوم شد که از آن مور خلاص شدم لازم است خانه در کجای خبرگیری بیام لمت را بگیر باز برادرم یک شپات زدم شپاتم زد به خدا همو است برادر می خونه زورو جون خوب هستی؟ بیا بشین وقتی که به این خانه تنها می درایم از غمگینی قریب می میرم میلیس چی کار کرده ایستاده باشد وای از بیمار خانه برآمده باشد به زیارتش روم میلیس یک تویم بعد از پدرت تنها تو رو دارم برایم بسیار عزیزی با دقت باش میلش مادر جان پروا نکن با دقت میشوم شکر خدا که دوست پسرت آمده است نباشد ما چی کار میکردیم آهسته شما چی ها میگوید مادر تو نمیدونستی مگر چرا بعد از صدمه ماشینت آتش گرفته است کم مونده است که ترکت خدایم احمد نجات داده است برای تو حیات خودش را به خطر گذاشته است زهرا جان از برای خدا سفسطه گویت رو بس کن چخی سفسطه سلین جان
با گوشهای خودم شنیدم. میلیس از اول زنده بودن زیا رو میدونسته است، اما من خرسند نشوم گفته پنهان کرده است. این اما یعنی چی خیل میشود؟ چی خیل میشود سلین جو؟ 1 ساعت است که تو رو فهمانده ایستادم. میلیس را وجدانش غم داد، در بیمارخانه بالای سر من اومد، همش را نقل کرد. فکر کرد که من خوب هستم، هیچ چیز رو نمیفهمم. زورا جان شاید خوب دیده باشی، چون که این خیلی نمیشود. همین طور نه؟ حالا هم خوب گفته ایستاده سی، حالا هم خوب میگویی. میلیس برای به زیاد نرسم گفته با ماشینش به ماشین من زده است. زهرا جان جانم خواهش میکنم کمتر، پس لیونت میآید پیش از توی خرید کنی میرویم. تو را در این حال دیدن نمیخواهم. سلین تو مرا بفهم. زهرا جان یعنی میلیس این رو پیشتر هم نکرده بود مگر؟ شاید با تو بازی دارد؟ بازی نیست، بازی نیست سلین. زیا زنده است. زیا زنده است؟ من پیش از صدمه زیا رو دیدم. چی؟ دیدن یک طرفو او رو آغوش گرفتم. زهرا تو چی ها میگویی از برای خدا؟ سلین زیا را آغوش گرفتم، بویش کشیدم سلین، اما او مثل که مرا نشناخت از پیشم رفت. این رو به کسی نگفتم. هر کسی که فهمد در خیال دیده است میگوید گفته به کسی نگفتم. زیا نمرده است سلین، زیا زنده است. زنده است، زنده است زیا. ترگوت با تو در حال باید ما خوریم. آقای اکرمی شمایید؟ بله بله. این بیگاه دار یکان جوا میخوریم. این دو سکرمانو نفران منظر فضا. یک زن زنم. او رو ناراحت نکنم باز. بیا ناراحتش نکنم. نه احمد، باز حیاتم رو نجات دادی. من چرا برای تو اینقدر مهم هستم؟ حافظت به جایش که آید باز همین قدر مهم میدونسته باشی مرا. من این خیل بودنش را نمیخواهم. همیشه در برم بودن تو رو میخواهم. همیشه صدایت را شنیدن میخواهم. وقتی که در برم نیستی خودم را تنها حس میکنم. همه برای من بیگانه شدن. خیر تو استراحت کن. دکتر گفت که باید استراحت کنی. من رفتم. احمد کمی دیگر ایست التماس. خدایا تا بعد چی می شود یک زنگ زده احوالش را میپرسن. هیچ گپ نیکو آخی. چرا من اینقدر میخواهم که با او زنگ زنم؟
نه خوب نمی شود. ای دختر دیوانه هستی مگر؟ البته که زنگ میزنی. او حیاتی تو رو نجات داد. اقلا تشکر میگفتم. لبای احمد. سلام الیس. یعنی بخشیش پیشتر زنگ زدن نتوانستم. استراحت کرده ایستاده گفته تو را ناراحت نکردم. چه خیلی؟ چرا با من نگفتی؟ چی رو؟ با نزدت می اویم. چی رو نگفتم؟ همونجا می اویم. با نزدت می اویم گفت. با نزدت می اویم گفت. آخر چرا می اویه؟ همه بی ترتیب است. خدایا اینها چی؟ جوراب اینها رو باید کنم. خودم خانه رو چقدر با ترتیب در آورده میتونم. خدایا توبه کردم. چی خبر؟ خوش آمدی. بفرما. یگان حادثه شده است مرا دعوت کردی. هر جا باشد شده است. از تو یک خواهش دارم. استغفرالله که برای خدمت شما ما همیشه آمده ایم. این آدم را زنده یا مرده بودنش را برای من تحقیق کن. خیر بد نیستم. چخیر دیرم سخت میزند یا خدایا گپم نمیگذارد. میلیس نشنود. خیر کمی عطر و خوشبویی زنم. خدایا این هم بود شده است. ای میلیس وای در نزدی در نیست. داخل شو. چرا با من نگفتی؟ چرا؟ دخترم در کجاست؟ دخترم در کجاست؟ باز چیکار کردی تو؟ این دیوانه را ببین. چی ها میگویی؟ دختر در اتاقش است. در اتاقش نیست. در اتاقش نیست؟ نیست. حیاتم رو تو نجا دادی. یعنی تو به خود آمده بودی. من هم آن وقت گفته نتوانستم. تو را تماما غمگین کردن نخواستم. جانت را به خطر گذاشته ای اما چیزی نیست. یک جان بوده است. چه خیلی یعنی هر وقتی که سرم به بلا دچار می شود تو در پهلویم می شوی. من در پهلویت می شوم و تو هم سرت رو این خیلی در بلا نمونده. چی شد؟ از بیمارخانه روز به اینجا آمدی؟ کمی استراحت میکرد. خوبم پروا نکن. حالتم خوب است. چیز وای به بالکن رفتن نشینیم؟ از بیمارخانه نه بر آمد. با کجا رفته باشد او؟ تلفن کردی؟ کردم جواب نداد. چخیل جواب نداد؟ باز زن.
رفیقی کردم. تشکری زیاد، زحمت کشیدی. چیزی نیست. ببین چه خیلی بامزه شده است. بسیار خوب اومده است. این بار اول است. از این پس نزدت می اویم. قهوه بهترین می کرده ای. البته منتظرم. خودت کلید داری، هر وقتی که خواستی بیا. درست میگویی. مادر آرام نگذاشتید مرا. چی میخوید از من؟ نه از بیمارخانه آمده ای، برایت خواطر شده. لبای مادر. الو ملیس، تو در کجایی؟ در بیرون مادر. چی خیل با بیرون رفتی؟ چرا بی خبر با بیرون بر اومدی؟ مادر به هوای تازه بر اومدم. در کجایی؟ مادر. ملیس در کجا بودنت را با من بگو. با احمد مادر جان. احمد گفتی؟ احمد؟ وای ملیس را نجات دادگی نیست مگر؟ احمد او کی است؟ هر جا باشد دوست پسری اپای ملیس است. دوست پسر یافته است. خوب هستی دخترم؟ بله مادر. احمد یگانه نفر است که درد دل میکنم. او مرا تسکین میدهد. ملیس جان تلفن رو با جناب احمد بده. با او تشکر گفتن میخواهم. چه خیلی یعنی؟ با احمد گپ میزنی مگر؟ با مادرت پیشتر گپ زده بودم. گپ زده بودید؟ با جناب احمد گپ زنم آخر. حیاتی تو رو نجات داده است دخترم. احمد چی کار میکنی؟ شام بخیر. من احمد. خوب هستید؟ خوبم. شما چی خیل هستید؟ رحمت جناب احمد. در سایه شما خوبم. به خودم جناب احمد با شما چه تشکر گویم نمیدانم. کاری نکردم، هیچ گپ نی. میلیس برایم با ارزش هست، نمیخوام با او چیزی شود. رحمت با شما شناس شده، از نزدیک تشکر گفتن میخواهم. البته انشالله. من هم با شما شناس شدن میخواهم. تلفن رو با من ده، من هم تشکر گویم به او. یک لحظه. جناب احمد، جناب من بابای ملیس هستم. اکرم. بابایت؟ سلام جناب، من احمد. بابایم؟ شما بخیر جناب. من و عائله‌مان از شما بسیار منتدار هستیم. حیات ملیس را نجات دادید. رحمت منت داریم جناب. چیزی نیست. نبیرتان برای من هم با ارزش است. با من ده. ایستادیم عیب می شود آخر. البته جناب، من هم بی صبرانه با شما شناس شدن میخواهم. من بعد از 2 ساعت میلیس را میارم. در باغچه حولیتان میتوانیم روبرو شویم. دیوانه شدند. بسیار خوب، منتظریم. شام بخیر. چیزی نمیشه جانم، چی میشود؟ من به این هم با عائله تو شناس شدن میخواستم. خدایا، من این شیوه گپ زدن رو به کسی مانند کردم. نه نشناختم. میلش میلیس را که آورد آن وقت شناس میشویم. یک چیز گویم، بابایت چندان آدمی بد نبوده است. به صدایش گوش دهی مثل که دلی ملایم دارد، یعنی آدمی خوب است. همین خیل است، همین خیل. چه خیل خوب است. حالا است وقتی که تو رو بینند در حال زیر پویش میکنند. به خدا یک چیز گویم میلیس، برای شناس شدن با عائله تو بسیار در هیجانم. من چی گفتم؟ بهترش رفته دختر رو از عائلش خواستگاری کنه. یعنی آنها با من شناس شدن خواستن، من هم رد نکردم. من باشم فکر کردم که در این حالت ناخوبمان میلیس با یگان نفر نادرست رفیقی کرده ایستاده است. دلم زیغ بود. جنابی که حیات میلیس را نجات داد بسیار آدمی خوبی بوده است. جوان مرد. در این زمان چنین آدم یافتن دشوار است.
جناب احمد از این پس قهرمان آیلمان است. البته درست گفتید پدر جان. یعنی فکر کردید که مثل نبیره دوست داشته‌تان قهرمان های ساختنی یا با دختری زیبایی من. بازنامش چی بود؟ کالتا کلاس. قهرمانی ساختن. کالتا کلاس قهرمانی حقیقی است، فهمیدی؟ غیر از این به دخترت بسیار باور نکن. ای رویم سیاه شد. این رو ببینید شما. تو حالو هم گپ میزنی. همه چیز عیان است. گوش کن زهرا، هرگز دخترم رو با خودت مقایسه نکن. دختری من اصلا یگان دزد رو مولا گفته به خانه نآورده است. گوش کن خانم تولین، در این حالتم با زهرا جنگ جدال داری ها؟ خب گپ نزن. خاموش باش خاموش. زهرا از کجا میدونست که او ساختکار است؟ دوست میبراید. من رو هم دیوانه کردی؟ پدر جان، من هم همون رو میگویم. زهرا نمیداند، اما میلیس میداند. میلیس به مانند تو اصلا با این خیل آدم های بد دوستی نمیکنند. نه احمد، من برای این حالا آماده نیستم. یعنی چی خیل؟ آماده نیستی؟ حالا نمیخواهم که با آیله هم شناس شوی. برای چی؟ احمد التماس یک روی نکن، بعدا میفهمونم میشود. خوب جانم، نخواهی مجبور نمیکنم. با بیرون میبریم، هوای تازه میگیریم، بالا به بحر میرویم، بعدا مرا به خونه میبریم. میشود؟ خوب جانم. رفتیم. میدانستم که زنده هستی. راهی کنید از برای خدا خانم چیکار میکنید؟ سیاه جانی من عزیزم. میلیس میدانست که زنده شد نشبم گفته از من پنهان کرد. اما من تو رو یافتم. بازم میپرسم عزیزم، مثل گذشته باز شد میشویم. جناب احمد کجاست؟ او آمده نتوانست. چرا آمده نتوانست؟ ما اینقدر منتظره شده. وای، من حالا آماده نیستم که او را با شما شناس کنم. چرا آماده نیستی؟ ما آماده این دخترم منتظریم. بله میلیس جان، یعنی با او شناس شده با او تشکر میگفته. وقتش که رسد همه شناس میشوند. برای با دامادم شناس شدن دقیقه ها رو حساب دارم. مادر چی خیل داماده؟ خیر، تو رفته استراحت کن جانکم.
خدایا با من چی شده ایستاده است؟ خدای توبه، این دختر مرا عاشق کرد. اینجا چی گپ شده ایستاده است؟ نمیفهمم. تمام او رو باید پیدا کنیم، وگرنه سردار همه رو میکشد. کاری کرده کالتا کلاس رو یافتن در کار. همه سوراخی ها رو کنید. در حال آماده شده می آیم. شد نباشد بعد از 1 ساعت وا میخوریم. تا بازدید. برادرم احمد، کنی زود باش، کنی بینیم. کنی بینیم جگر، امروز ویران نشو، با ینگه حتفا میخوریم. قهرمان نهار. بانوان کلاس هست، زود با ماشین سوار شود. او رو تعقیب کن. زودتر باش، حرکت کن. خدای توبه، چرا در هیجانم؟ چی شده است؟ عاشق شدم. نه تنها معقولم شده است. این خیلی نه. این مراتب خطا کرده نمیخواهم. با دیگر بچه ها هم بگو از پسی کالتا کلاس هستیم، در یکان جای موافق رو میداریم. مایلا شکر. ملیس کجا میروی؟ با رفیق هایم واخوری دارم مادر. با احمد وا میخوری؟ رفیق هایم گفتم که مادر. تو احمد رو با ما چرا شناس کرده نمیخوایی؟ وای چرا شناس نمی کردم؟ با نزدیکی شناس میکنم. کی؟ مادر زهرا رو ندیدید؟ 1 ساعت پیش از تو برآمد. از برای خدا چیکار میکنی زهرا رو؟ چیزی نیست. خیر رفتم. تمام. خیر تا بازدید. سردار کالتا کلاس رو یافتیم.
وابسته به نزدت میارم. انیقوی است. این مراتب ناعوده برایت را نمیبخشند. پروا نکن سردار. کلتا کلاس اکنون از توست. شد سردار. چرا من اینقدر در هیجانم برای وخوری با تو؟ وای شاید به خاطری که در این دنیا تنها تو قیمتی مرا میدونی. برای بازی یک جا شدنم مانیه نمیشوی میلیس. تو به این کار مانیه شده نمیتوانی. او رو از من هیچ کس نمیگیره. هیچ کس به این مانیه نمیشوه. و دیگر رفیقا بگو حاضر راهش را میبنده. آماده شوند. مایل شد راحت با آخی رسید کلتا کلاس. تو در کجایی؟ من قریب رسیدم. من هم میرسم. تو در کجایی؟ شاید روبرو میرفتیم. تو رو ندیده ایستادم. کنی تو در کجایی؟ چی گفت شد؟ خدایا اینها کی هستن؟ احمد چی شد احمد؟ از ماشین فرار. چی گفت پس برادر؟ احمد این دختر چی کار میکنه؟ مرا پاید بر چی بلا؟ چی شد؟ از ماشین فرار گفتم. ایستید خدای تابه. و کجا میبرید مرا؟ ایستید. همانجا که رفتی میفهمی. راه برادر دیوانه هستید شما. یا خدایا من چیکار کنم؟ کجا آمدیم ما؟ زیا کجاست؟ ایستید. کی هستید؟ از من چی میخواهید؟ باید با پلیس زنگ زنم. پلیس را زنگ زنم. او را دستگیر میکنن. اگر با پلیس زنگ نزنم او را میکشن. رفتم. با کجا میبرید او رو؟ چی؟ جواب دهید. چی کار میکند این دختره؟ به کجا آورد مرا؟ زیا کجاست؟ بله. ساعت هاست مرا میگرداند. مسخره کرده ایستاده از چی بلا؟ زود آید. کجا شده؟ کی هستید؟ از من چی میخواهید؟ خدایا من چیکار کنم؟ التماس بیاید. میلیس زیا در کجاست؟ میلیس به من جواب ده. زیا در کجاست؟ بین او رو از من پنهان کردی. میدونم
زیاده کجاست؟ یعنی که زنده ای چه خیلی نجات یافتی نمیدونم، اما این مراتبه از من خلاصی نداری. چی خیلی پنهان، چی ها میگوی تو ها؟ کدام زیو؟ تو برای همین مرا تعقیب کردی ها؟ ملیس دیگر با من بازی نکن. زیاد در کجاست؟ سفسطه نگو زهرا. در کجاست؟ شما کی هستید؟ من شما رو باری اول میبینم. چی گپ است؟ چی شده است؟ گپ زنید آخر. از من میپرسی من کی هستم؟ بله کی هستید؟ باری اول شما رو میبینم. آفرین، حتی در آخر هم مرا حیران کردی. اما بر عوض حیران شدن من حیات تو به پایان میرسد. کالتاکیلاس. کالتاکیلاس گفتی؟ سر کن گاز را، زودتر های کن. آدمی هست که نامش کالتاکیلاس باشد. کی هست این کالتاکیلاس؟ خیل کالتاکیلاس کی هست؟ از ما میپرسی؟ با خدا نمیفهمم. آدمی هست که نامش کالتاکیلاس باشد. انسان است. کی هست کالتاکیلاس؟ ببینید من نامم احمد شمشک است. استادم. خودش چی گپ است من نمیفهمم. این چی ها میگوید؟ سردار گفته بودم که رفتار عجیبی میکند. گوش کن، دائم با عقل تو تعجب میکردم کالتاکیلاس، اما با عقل و عقیده من تو شوخی نکن. ابله، گرچند ندانم از کجا چه رهایی یافتی، ولی از اینجا زنده نمیبرایی. میدانی خدا کسی را که نخواهد نمیکشد. نمردم برادر. میمردم؟ یعنی از درخت افتیدم. چرا میمردم من؟ تو چی ها میگویی؟ چه درخت؟ ما تو را در تهخانه ترکاندیم. کدام تهخانه؟ شما چی ها میگویی؟ یعنی که ترکانده نتوانستی؟ اگر میترکاندید پس چرا من اینجا هستم؟ برادر معلوم شد که من نخفیده بودم. بله شاید شما یگان نفری را ترکانده اید که مرگ و سزاوار بوده. مرا نترکانده اید. جسدی تو را شخصا خودم دیده بودم. نفس نمیکشیدی، مرده بودی. متاسفم. من اگر میمردم اینجا نبودم. اگر میمردم در کجا میبودم؟ من در قبرستان. همین خیلی در قبر بودم. یعنی اینجا بودنم معلوم میکند که من نمردم. مرا به کسی مانند کرده. من نمردم. سردار این آدم پیش از مردن ما را مسخره دارد. او را پرانه دیگر پیدا نمی شود. درست میگویی. در وقت موافق صبر کردن مثل مرده را صدقه دادن است. اینجا چی گپ است؟ تو را یک بار کشتم، باز برگشتی. این دفعه کشته جسدت را سوزانده به دریای گنگ میپرتایم. دیگر آمده نمیتوانی.